هست کدام انسان در تاریخ بشری گذشته میره دانشمنده که مواد خامش کاو علف باشه، مواد پخته شیر باشه، میتونه که این رقم یک فابریکه جور کنه؟ این خاخ و امروز فابریکه جور میکنه، سیب میگیره فشار میته، نام کمپانیش نسله میگذاره، میلیارد دلار هزینه میکنه، بعد میگی تصادف نیست. اما گوا من حیث یکی از مخلوقات خدا میگی تصادف از سر به خود به وجود آمده. عجب انصافه، عجب در حق خود انسان ظلم و بی‌انصافی میکنه که موجودی را که خودش گرفته باشه تنها با فشار دادنش اگه بگی که اینی جوسه که تو جور کردی در حقیقت سیبی بود که از این طبیعت گرفتی فشار دادی آبش کشیدی پس دوباره در قوطی انداختی، اگه به تو کسی بگه سر به خود شده میگه نه بابا، میگی خیلی کمپانی بزرگ است، کمپانی به نام نسله است، یهودا در رأسش است، میگه میلیاردها دلار دی هزینه کردیم، تاپترین انجینر است، آخرین شرایط هایجین و حفظ الصحه را ما مراعات میکنیم تا ما بتونیم به انسان ها جوس بدیم. جوس چیز یعنی سیب را میگیری فشار میتی آبش میکسی ایشو جوس. چقدر هزینه کردی؟ میلیاردها دلار. چند نفر کار میکنه؟ در یک فابریکهش هزاران نفر کار میکنه. چقدر فایده میکنی؟ سالانه میلیاردها دلار ما فایده میکنم. تصادف باشه؟ نه خیر میگه. میبینی وقتی که خاک تبدیل به سیب میشه میگه this is coincidence, this is nature. این طبیعت است میگه. تبدیل شدن خاک به سیب میگه طبیعت است و تبدیل شدن سیب به جوس میگه نه this is not coincidence. از ببینی انسان واقعا در چی رقم یک حالت و در چی رقم گرفتاری‌های متاسفانه منفی و در کمین یک دشمن قسم خورده به نام شیطان متاسفانه سقوط